دیشب یه تصمیم گرفتم ژورنال نویسی رو شروع کنم. عکسای ساده گرفته تا فکری که مدت ها نگه داشته بودم نوشتم. شاید این شروع یادت جدیده. صبحش تصمیم میگیرم بیدار بشم، به سمت همون جایی برم که این روزها برام حکم یه مکان امن داره، جایی که میتونم با خیال راحت از شلوغی ذهنم فاصله بگیرم. بعد اینکه آلارم گوشیمو قطع میکنم، با هزار بدبختی روی تخت به این فکر میکنم که حتی اگر هنوز همین چیز برام روشن نباشه، فقط میدونم که باید حرکت کنم. چراغمو روشن میکنم، به سمت پنجره میرم، پرده رو میزنم کنار و بیرون نگاه میکنم با این وایدفات که حتی اگه با کارهای ساده‌ای مثل آماده شدن و شستگی خستگی از تنم باشه حرکت میکنم. بعدش وقتشه که کمی به خودم برسم، آبرسان و کرم صورتمو میزنم، لباسمو میپوشم و وسایلمو توی کیفم میذارم. همش یه کارای ساده است، اما همین جزئیات کوچیک باعث میشه که حس کنم برای شروع روز آماده ترم. انگار که دارم خودمو کم کم جمع میکنم تا بتونم با ذهنی سبکتر به محیط بیرون قدم بذارم. از خونه بیرون میزنم، مسیرم پر از صداها و تصویرهایی که هم آشناست، اما هر بارش انگار رنگ تازه‌ای دارن. وقتی طبیعت رو میبینم، این نور، این سبزی، حس زنده بودنی دارم انگار. همون لحظه که قدم توی جنگل میذارم، انگار همه چی آروم میشه. اینجا همون مکان امنی که دارم. توی همین مکان میستم، نفس میکشم، نفسهای عمیقی میکشم، دور و برم رو نگاه میکنم و اجازه میدم فکرام یکی یکی بیان و برن، بدون هیچ قضاوتی، بدون هیچ عجله‌ای. میشینم، دفترم رو باز میکنم، همون دفتری که دیشب نوشتم این ویدیو گرفته بشه. حالا دارم انجامش میدم، چند خط دیگه مینویسم و دفترم رو میبندم و دوباره یه نفس عمیق و از همینجا همه چیز شروع میشه. خب نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی این سلام می باشه برای شروع یه فرد جدید، فردی که از همه قضاوت ها، از همه چیزایی که توی دور و برش اتفاق می افتاد می ترسید، توی ویدیوها خجالت می کشید، چون که یه بچه‌ای داشت که یه سنی تنهاش گذاشته بود. من تقریبا چند روز پیش داشتم با تراپیستم حرف میزنم در این باره که یه احساس تنهایی درونی دارم
وقتی بیرونم، وقتی دارم میرم بیرون توی اجتماعم، طرز از قضاوت شدن دارم، میترسم از نگاه ها، از همه نگاه ها و اون قضاوت هایی که میشم ترس داشتم. ولی الان دیگه بعد اینکه دارم میام این محیط، این جو، دیگه اون احساس کم شده، هم به واسطه متخصصی که دارم باش کار میکنم، هم خودم خیلی دارم به خودم کار میکنم و آدمی بودم که خودشو داشت از جامعه محو میکرد، از تو محیط بودن دور میکرد، ولی دیگه قرار نیست این کارو بکنم. یه قرار نیست خودم رو از اجتماع، از دوستی، از هر چی دور کنم و بیشتر دوستم که خودم رو بیشتر از چیزی که هستم بشناسم و میخوام یه شروعی باشه، نه اینکه فقط یه ویدیو باشه، یه چیزی باشه که من بعداً که دوباره اومدم این ویدیو رو دیدم، اون متوجه اون تغییر خودشناسی که بیشتر شده واسم و متوجهش باشم و این برای من واقعا یه چیز خیلی بزرگیه، خیلی بزرگی که بیشتر با خودم آشتی کنم، با حس درونی خودم بیشتر آشناشم و همین. هر بار اومدم به اینجا انگار جوری شده که انگار داریم با اون بچه میشینه کنارم، بعضی حرفا که تو ذهنم پلی میشه رو گوش میکنم، بیشتر شنوندشم، بیشتر از بقیه این انتظار ندارم. خیلی تو زندگیم تاثیر بسیاری گذاشته میتونم بگم و به واسطه این یه موضوع تاباوری برام اومده. تاباوری که همه فکر میکنیم نیست، اینجوری نیست که من بخوام همه جا تحمل کنم، بس تحمل نیست، بس اینه که خودتو همین که خودتو دور نکنی از جامعه، همین که خودتو وقتی که کنارت هست اون بچه بپذیری، این میشه تاباوری توی جامعه، توی خانواده، توی هر موضوع. من سالها بود که با نگاه ها، قضاوت ها و اون دیدگاه هایی که جامعه به من داشتن و زندگی کردم، ولی فکر کنم من تنهام دارم زندگی میکنم، ولی اینجوری نبوده. فقط من نبودم، اون بچه کوچولی که خودم توی سنی جا گذاشتمشم کنارم بوده، داشته میدیده و بیشتر تشویقم میکرده برای دور شدن از جامعه. یه جایی بود که من دیگه گفتم نمیخوام این روند رو ادامه بدم و یه جواب بسته به خودم دادم. اینم بهم تراپیستم خیلی کمک کرد، باعث شده بود که خیلی از جمع خودم رو دور کنم، از خانواده خودم رو دور کنم، از محیطایی که بودم دور شم. ولی خب الان نه، الان اون تماشاچی زندگیم دیگه نیستم، دیگه از دور نظاره‌گر نیستم، بیشتر با خودمم و این موضوع چیزی شده که من باعث بشم که دیگه با خودم نجنگم، با محیط نجنگم، با آدم دور برم نجنگم و صرفاً آشتی کنم، بیشتر با خودم تنها باشم و این حسه واقعا یه حس عجیبی بود که من هیچ وقت فکر نمی کردم توی تنهاییم بتونم پیداش کنم. این حس اصلا چیزی نیست که بتونی توی بیرون دنبالش باشی یا توی یه فردی دنبالش باشی. این الان برای من یه شروع تازه نیست، بارها برام شروع و پایان یافته، ولی به خودم امروز این قول دادم که این دیگه تموم نمیشه چرخه و یه شروع برای زندگی خودمه و یه با آدم جدید نمیشه گفت، آدمی که بیشتر در پی خودشه، بیشتر برای خودشناسیش کار میکنه است و آدمی که انتخاب کرده دیگه خودش باشه، حتی اگه همه چی بر علیهش باشه. این بود از حرفام، این بود از حرفایی که توی ذهنم همیشه میچرخید، دوست داشتم یه جا ثبتش کنم و این باشه برای استارت دوباره کانالم. امیدوارم که هم برای شما که این ویدیو رو میبینی، هم برای خودم بهترین اتفاق بیفته
و هر روز بیشتر به خودتون نزدیکتر بشید که هیچ کسی جز خودتون به نظر من نمیتونه به شما نزدیکتر بشه. دوست دارم که ویدیو اینجا تمام کنم و امیدوارم که شما اگه درگیر همچین چیزی هستی بیشتر با خودتون آشتی کنید، بیشتر اون بچه و چیزی که تنها شده رو دوباره پیدا کنید و این ویدیو چیزی باشه که من بعداً بیام ببینمش، حسام برگرده، اینکه جایی باشم که دوست دارم و به اون خودشناسی رسیده باشم. این باشه شروع جدید یوتیوب چنلم و خیلی ذوق دارم براش، خیلی پلنای باحالی دارم، اینکه فقط بشینم حرف بزنم و اینا رو ثبت کنم توی جایی که خودم بعداً بیام ببینمشون. امیدوارم که همه تو این دنیا به آرامش حسی و درونی خودشون برسن تا بتونن اون عشق و محبتی که میخوان دریافت کنن و به بقیه بدن.